راستی تماشابین من پستگان اویلیکوم استعمال میکنم امروز ای 4 قسم یک قسمش استعمال میکنم برای چی برای کودکو برای مکتب در کورای من علیچی بعد هر وقت استعمال میکنم آدمو برای خیر صدقه میپرسم من شما را میفهمم فوق‌العاده ایدئال نی همه دم میفهمه که پرابلم نداشته باشه برای فرزندت فرق نداره ایزو نمیکشی ای بوی کس پر میپرسی لیکن اگر که شما کم طرف زنهای با مقصد باشین همین کاتالوگ اکسای کلون سردگی کمپانی برای شخصانی که просто می‌دونه کارگر میشه برای یاردم شما هم مونستم که یاردم میکنیم هم برای کمانده سازی شما توفه پولی ماندگی این همه کار کمپانی حتی برای نوچکتون توفه ماندگی شما پروست مقصدی اساسی ماندن و حرکت کردن برای چی اینقدر زنها در فبرلیک موفق شدن برای چی تمام سامانه‌های اینترنتی پلی فبرلیک شده برای کی حقیقتا در زنها در اینجا کار میکنن او آدمایی که نتونستن او عیب فبرلیک نیست میدونین که دنیا دیگه شده نیست آدمای دیگرگون میشن نمیتونن زورشون میبیه فبرلیک نگار میکنن بیاین هر یک کس روی خدا گپ زنه چی که من بانکروت نمیشم چی که پولی مرا هیچ کنه نمیخره چی که من میتونم برای که من پول در کارم من یک عمر پولی کار میکردگی دیگر ندارم من صغیره دارم سه صغیره دارم پدرشون مردگی من باید کار کنم شما را میتونین نیست اجازه نکنین که کای دست شما یک مصیبت میبیاید اجازه نکنین که کای دست شما مصیبت میبیاید بعد شما سروچنی پول در کار میشه و هم من میگه که او تمام من اکو پول کار میکنم اجازه نکنین فوق‌العاده عزیز همش اختیار در دست خودم ای 4 یک قسمش همش حق دارم برای که افیسیال کار میکنم افیسیال نالوگ میسپارم اویلیکم توز زهر بیوی دخواد نگم کن بیوی دخواد چون این مغازه های کلان آمده همراهی فرزنداتون آنچه که میخواهند خریداری کنید تنها شما میتونید که در فبرلیک کار کرده نیست ویسی ماشین بس منت سنیدن لعنت سنیدن برای که یک عزاز میکشن یک کوتاه اوقات زهری تمثیل میکنن رقم های تلفن من نوشتم بنویسین در واتساپ میمونم روی اکران در بلوگری ما برای همه شما بس من کوشش میکنم که همه شما را یاردم کنم